What the hell. Oh hell. Exposure may result in severe harm. Effective داریم وارد بازی جذاب میشیم. از 100 سوال براتون باشه که چرا بک گراوند و پس زمینه اینجوریه. الان بهتون میگم. قبل شیدر رو روشن کنم، شیدر رو بزنیم بربادان و یه چند تا کار دیگه هم باید قبلش بکنیم. اولین این کارا شیدره که اوکی شد. بعدی FOV مونه بیاره 90. کنترل ماوس ستینگ سنسیویتی روی C. خب وارد بازی شدیم، ولی اینو فکر کنم چند بار گفتم تا الان، ما توی این دنیا تنها نیستیم. همجوری که از این چند تا آیتم جدید که توی او مای گاد what the hell عکس گرفت همچه آیتم جدیدی که توی اینونتوریمون داریم، یه مود عزیز دیگه هم همراه ما هست و صداهای بازی منم خرابه. خب آره، همینجوری داشتم میگفتن تنها نیستیم و یه داداشی به نام The Idol هم با ما هست. مود ترسناک که میخوایم ببینیم میتونیم بکشیمش یا نه. همین اول کار 3 تا پشمو برای چیز داریم که خب عالیه، برای تخت همراه یکم غذا. حالا اینا رو الان دارم برای غذا میکشم و یعنی پشمو دارم. نایس. به نظر میاد که اینجا هیچ چیزی به جز برچ نیست. یک دان عکس، اینا رو فعلا میذاریم کنار، اصلا نمیدونم به چه دردی میخوره و کیبایندام هم مثل همیشه خرابه. حدس میزدم همچنین اتفاقی بیفته. کیبایندام رو برم درست کنم. خب اوکی شد کیبایندا. الان دیگه چرا پیککس میکنم. الان دیگه درخت بکنیم. دیریرین کامل خودش کنده میشه که فوق العاده است. یعنی چرا؟ آها. بعد حتما اینو بکنی به نظر میاد. بلاک بیلدینگ بلاک نیاز داریم، چون اینکه بیاد ما معمولا از روی عادت بدوارز فورتنایت بازی آپ میکنیم. آپ میکنیم که در امان بمونیم و نه یام یاممون کنه برادر. خب 2 استک و خورده چوب دارم. بریم سنگ بکنیم دیگه. اگر آهن بتونیم اول بازی پیدا کنیم خیلی ما رو جلو میندازه. لکه ما در حال حاضر باید به دنبال یک ویلیج باشیم. یه ویلیج خوشگل. صداهای میوزیک ماینکرافت آف کن. چرا اصلا روشن گذاشتمش همون اول؟ بکن که خوب میکنیم. صدای زامبی میاد. چقدر موقع بکگراندش اینجوریه، چش آدم رو اصلا کور میکنه. کم تمیز بچینیم برا وسایلمون. یه بایم پلینز هست، آره، که میتونه کمک کنه. و غذا یام غذای زیاد صورتی. واه واه. نایس نایس نایس. 6 گوش داریم. همون خوبه. فکر نمی کنم این مود شب اولی که مثلا وارد گیم میشیم میخواد شب اول بیاد. و چه ترینی اونجا داره اسپون میشه به همراه یکم آهن که من ته دارم میبینم. نایس. ببین من چه ترینی این. او مای گاد. ورژن 1.21.1 نگاه کن. اون بالا آهنه. آیا قراره بکنیم بریم بالا فقط برای اون آهنا؟ بله قراره بریم. گذشتی؟ نه اینجا. خب نایس. چند تا؟ 3 تا فقط. دقیق فقط 3 تاه. همین بالای کوه که جای بهتری پیدا نمیشه، همین بالا میذاریم. یه فرنس دیگه هم بذار بسازم که تو اون یکی غذاهامو بذارم تا یه حدی بپخن.
اون یه تیکه لند اون بالا فقط داره من میکشه. خب این اوکی شد. این غذا رو میذاریم توش بپزه. با این پاکت میسازیم دیگه، چاره نداریم. میخوایم بکشیم این مابه رو حتما و بعد به دنبال یک ویلیج باشیم اگر بخوایم به موفقیت برسیم. و دنبال ویلیج خوب باشیم که بلک اسمیت هم حتما داشته باشه گایز. این از این. غذا اضافی داریم که خب خیلی در موردش خوشحالم. هنوز هم نفهمیدم اینو به چه دردی میخورن. سپیریت باکس. صدا اگر داره میاد من نمیشنوم. عجیبه. اینه که چینی که عکس میگیره مثلا. آره به نظر میاد عکس میگیره. شاید بعد EMF ریدر دیگه چه سمیه با این مودای اینو من نمیفهمم. What the hell are these mods؟ اون سمت به نظرم آینده داره، یعنی ویلیج داره میشه توش پیدا شد. دوباره ترین عجیب که تو اینم آهن داره میبینین. حیف که با آپتیفاین نمیتونم ادامه بدم زومو. و یه بایوم سوامپ. خب اصلا جایی نیست مثلا وقتی که اون داداشم میاد میخوایم توش باشیم. به خاطر oh my god what the hell emergency alert authority issued civil danger alert this is not a test what the hell guys صفحه قرمزه. This is not a test. An unidentified anomaly is present. Its behavior is unpredictable. Exposure may result in severe harm. Effective immediately, all players must shelter indoors. Do not open any lights. Barricade all entrances, including windows. Do not look outside. Do not attempt to record or observe the anomaly. Visual contact is strongly discouraged. This alert remains in effect until the anomaly has passed. خب جالب بود. گفت که برین برای خودتون یه خونه داخل بسازین، اصلا ازش بیرون نیاین. ببین ما به چه روزی افتادیم مشتی که داریم به حرف یه مود ترسناک گوش میدیم. چه خونه درازیه. چه مابی اسپان نشده که اصلا بتونه خطرناک باشه. همون مابای عادی، یعنی انوملی اسپان نشده. شاید هم اسپان شده چیز نشون نمیده گایز. هنوز این تو موندیم. به نظرم وقتش که دیگه بریم بیرون. شاید داشت الکی میگفت. احتمالش هست الکی گفته باشه. آره ما الکی ما رو مجبور کرده بریم شلتر بگیریم. حتما بعد بریم اون لاوای رو بگیریم بیایم بچه ها. نایس جی جی واقعا. واقعا جی جی. و الان لاوا نباید به ما بخوره چون میسوسیم عزیزم. اوه این چوبه الان آتیش میگیره که من الان روش وایسادم. نه کجاه؟ نایس الان لاوا داریم و بعد یه جوری از اینجا بیایم پایین بریم ببینیم بالا چیه اصلا. برادر. نه دیوونه اینو نخور نه میخواستم بلاک بذارم زیرم. نمیر آب نمیری تو رو خدا نمیر لطفاً. بابا دیوونه برای چی لاوا میذاره زیریزی میذاره. میخواستم چیز بذارم خدایا، میخواستم بلاک بذارم اشتباهی لاوا گذاشتم و هم پیدا کردیم. جی جی شیلد خوب تو راهه اگه بیشتر پیدا نکنیم.
برفیه اینجا، سخت دیدن روش. من که حالش باشی بکنی همه جا رو، که من حال ندارم. آهن دوباره آهن. اینه ها، نایس. 2 تا آهن داریم الان. آخ سگم امیل جی مانندی کنم که نشد. اینجا آهن نیست، اینجا یه مطمئن بودم آهن هست. یه رین پورتاله که خب میتونه گلدش به ما خیلی کمک کنه، گلد بالاش که خب در حال حاضر نمیتونیم بکنیمش. خب ابسیدین خوبه، گلدن اپلش عالیه، فلینت هنسیلش هم بر میدارم. خوب بود. لاوا داره ولی الان لاوامونو دیگه ما پیدا کردیم. لاوا هم انگاری از شانس ما نداره کلا. خب کجا بریم؟ به کدوم سمت ادامه بدیم کاوشمونو؟ کم بعد یه جایی پیدا کنیم برای سکونت که ترپمونو توش بسازیم. می‌دونستین بچه‌ها این درخت رو این درخت آزیلیاه، می‌دونستین هر موقع که یکی از اونو ببینین دقیقاً زیرشو بکنید بریم پایین، یه بایوم آزیلیا چیه پیدا میشه و اونجا داره آتیش میگیره چون لاوا هست، نترس. خب انگاری میرسیم به دریا. یه قایق سازیمون نشه؟ البته نه، یه خاصی نیست ولی قایقمو میسازیم دیگه. داریم وارد بایوم جانگل میشیم. میتونیم این رودخونه ها رو ادامه بدیم. این یکی پایان نمیرسه که داریم میریم الان؟ نمیدونم. نه این انگاری ادامه داره. اوکی شوخی کردم. نه یکم ادامه بدی بزرگتر و کلوفتر میشه راه. اینها بیا تو قایقیم نای نای، یه مود ترسناک دنبالمونه نای نای، کم کم داره شب میشه بدبختیم نای نای. اوس به بایمه سوانا رسیدیم که تخت و خوبه و میتونیم اونجا چیز درست کنیم، ترپو. و قبلش باید بگیریم به صورت جذابی بخوابیم. یه ویلیج پیدا کردیم نای. گفتم یا نگفتم که سوانا بایوم خوبیه برای پیدا کردن ویلیج؟ گفتم یا نگفتم؟ برو پایین. جی واقعا چه جایی هم ویلیج پیدا شد. اینا که کوه قله آرمور چرمی از هیچی بهتره، میپذیرم. چه جون رو هوا اسمان شده مشتی؟ گاو خونه از این بلست فرنسا داره بر میداریم، شاید به درد بخوره، هیچ کس نمیداند. نه کنم چیز خاصی من واقعا نمیبینم که مثلا به دردمون بخوره. 4 تا هم بهمون داد، مقدار خوبیه به نظر من. یه جا رو باید بکنیم خونمون، یک دونه از این خونه های این ویلیجر رو باید ساکن بشیم. ویلیج خیلی خوبیه برای کاری که میخوایم بکنیم. یه خونه بزرگ و جادار مثل این به نظرم عالیه. این دیگه چه سمیه، چرا شما تا رفتین تو اونجا در برادر از تو در رد میشود. تو هم برو بد نیا این داخل دیگه. حالا که این داخل هستیم نه مجبورم دیگه، کاری که شده نمیرین خودتون بیرون با زبون خوش. اینا رو بکن نون و بذار دیگه. اینجا میشه از بعد خونه ای ما. اسپان پوینت رو بزن، کرافین تیبل بذار اینجا، فرنس رو بذار اینجا، بلاست فرنس رو بذار اینجا.
نه غذا برای پختن نداریم دیگه. فعلا این وسیله هایی که کلا داریم تو اینوانتوری میذاریم که ببینیم به کدومشون نیاز داریم الان که میخوایم ترپ رو بسازیم. بلاک نیاز داریم برمیداریم. به بوت نیاز نداریم. نیاز داریم بریم یه کمی چیز بکنیم، درت بکنیم. وسیله هم برای الان خوبه. و ترپ رو کجا بسازیم؟ جای صاف ترجیحاً. خودمون میتونیم هر جا رو صاف کنیم ولی نزدیک بیسمون باشه که اینجا رو بپوشون. میفتی الان تو لاوا میمیری یا بیس ما اونجاه. این پشت چه خوبی به نظر میاد ولی اینجا میسازمش. اینجا خیلی مناسبه. اینا رو بکن. طرف ما چجوریه الان؟ خب براتون توضیح میدهم دوستان من. نگاه کنید ما قراره ترپ لاوا پیت براش درست کنیم که ما از روش میدویم میپریم و اون امیدواریم که بیفته داخل این ترپ ما. ترپ رو همین درست میکنیم که دیگه هیچ شانسی برای درآمدن نداشته باشه. تا همین حدی که برسه به سنگ به نظرم کافیه. میایم بالا خودمون اینو میکنیم. اینجا لاوا میذاریم میایم بالا اینا هم میکنیم. یه دونه لاوا بسته ولی لاوا پول داریم بغلمون اگه خواستیم میتونیم بغل بریم برداریم. ترپتور میسازیم. چند تا میخوایم؟ 1 2 6 تا. 1 2 3 6 تا ترپتورمونو این گونه میچینم. تا 2 تا دیگه هم میخوایم بچه اشتباه کردم. 2 تا دیگه هم درست میکنیم برای این. چرا اینا رو اینجا گذاشتم؟ برای این گوشه و اون گوشه امیدواریم که بیفته. و برای این که دیگه برادر حتما بیفته یه دیوار دوره اینجا میسازیم. 3 تا بلاک از این طرف. 1 2 3 تا هم بلاک هم از این ور. خب این از این. یه حدی درست میکنیم که نتونه توش در بیاد. نایس این خوبه. ما ازش میپریم اون. امیدواریم که بیفته توی ترپ ما. همچنین چیزی شد پس دیگه. یه لدر هم برای خودمون درست میکنیم. لدر چجوری؟ لدر با استیک درست میشد. منو نگاه کن خدای. بلکن رو نیاز داریم چون بعدش میخوایم یه پلتفرم برای خودمون درست کنیم که اگه این کار نکرد زود بریم اون بالا و نمیریم. اگر یه این نایس میذاریم این رو چست وسایل برمیگردیم. یه کمی استیک بده من برای لدر نیازمون میشه. فعلا این سه تا خیلی کمه بیشتر بساز. اینقدر لدر به نظرم بسته نه. 27 تا لدر داریم میریم بالا دیگه قشنگ که قطعی امن باشیم. میریم بالا. اینجا یه بیس مانند برای خودمون درست میکنیم که از توی اینجا امن باشیم و بتونیم ببینیم که مثلا چه خبره دور و برمون. ترپتور دیگه هستین کاری کنیم. اینو بکن. نه دوتا نه یه دونه. برای احتیاط 2 لایه ترپتوره میذاریم. آها 2 لایه ترپتوره میذاریم. میتونیم ازش بیایم بالا دیگه. ببند. نه اونو ببند. دومی هم ببند. میریم بالا دنبالمونه. اینا رو باز میکنیم میایم بیرون میبندیم. نایس.
آماده باش احتمالا امشب میاد دیگه. ها اینو آبش کن. چرا یادم رفته؟ وای آبش کن. نایس اسپان شو ای هیولا. همه چیز داره اسپان میشه به جز اون. تو اندرمن هم اونجا اسپان شد ولی اون اسپان نشده هنوز. وای اونجا اگر اسپان بشه که خیلی بد میشه برامون. ترپ زیبامون آتیش نگیره فقط اینا. اینجا هم که لاوا. چیکار کردم که این مشکی میشه؟ ایکس رو نگه میدارم مشکی میشه همه چیز. خیلی جالبه. ایکس رو نگه میدارم همه چیز از دم مشکی میشه. ایکس چیه؟ چیکار است ایکس؟ ماهمون نصف است و هیولا هنوز باید کشته بشه. خب گاید یه چیزی میخوام بهتون بگم که خب من خودم وقتی شنیدم حسابی اعصابم خورد شد و فهمیدم و اینا که از همون ثانیه به بعد که الان ویدیو قطع شد فضای ذخیره OBS من تموم شد و ادامه دادم و الان برات تعریف کنم چه ادامه دادم و این توی حد بردمش جلو. بعد دیگه اومدم بیرون دیدم این که اصلا رکوردینگ نکرده و اینا. حالا بعد بهتون قشنگ میگم چی شد. اون شب اصلا نیومد. روز بعد تاکید میکنم روز بعد رفتم بالا رو همون جای درتا اونجا اسپان شد. بعد نزدیک شدم دوباره غیب شد. بعد نزدیک عصر اسپان شد. دیدمش افتاد دنبالم تو همون ویلیجه. افتاد دنبالم افتاد تو ترپ و جونش رو کم کردم و این ماد خیلی جالبه. جونش از نصف کمتر بشه دی اسپان میشه یعنی میره یعنی کشته حساب نمیشه. این اتفاق افتاد و بعد من فکرم کشتمش خوشحال شدم. شب بعد رفتم از لدر دوباره بالا. داشت بالا لدر منتظر بود زد کش منو.